این قلفینای در گرمخانه نه، در هوای کشاد آخرهای ماه دکبر در ناحیه واسه انا همین خیلی پرورش مییابد. مزهش شیرین و بلازد گپ نیست. این میدان پر از قلفینای میوه از لحاظ اکولوژی تازه می باشد. میوه رنگش سرخ با وجود دهنده بالای برگ نهال‌های سبز با وجود طعم شیرینش منظره دیدنی طبیعی آدم را بالیده میگرداند. جانوری آن هم مشکل نیست. در خواجگی دهقانی به نام اسماعیل در زمین قلفینای ماه ینور هم حاصل کم نگشته است. ما هم دیم ساله که به همین سر کار داریم. خیلی هست حاصل نقص میته. کارچه به وقتش قطع میکنیم. حاصل خوب میته. نه ماه نویبر چندستیم. با ای بهار ای ماه اپریل چندنش سر میشود. هوای سرد فصل زمستان به سبزش نهال‌های این محصولات تاثیر نرسانیده است. برعکس محیدین میگوید که نهال قلفینای به سردی تاب‌آور است و در این موسم مهنت زیاد را طلب نمی‌کند. از روی مصلحت متخصصان غذای زمین آب و دیگر نوری‌های مینرالی را سری وقت داده می‌ایستند. استفاده بر زمین چیزی خوبه به شرطی که مهنت کنی رسخات کنی. ما همین چیزی که چی میکنیم اول زمین تامینات میکنیم بعد از زمین بعد طلبات میکنیم مثال میگیریم محصولاتمون رو میگیریم. ما زمین همین چیزی که هست خودم نمیخرم خودم دا استفاده نمیبرم در زمین استفاده میبرم. اول نوریای مینرالی یعنی شما اول زمین سیر میکنید؟ زمین اول سیر میکنیم. زمین که سیر نکنی زمین سیر نمیکنه. اول زمین سیر میکنی تامینات میکنی بعد حاصل خوب میگیری. محیدین مدت 15 سال می شود که پشتوغل دهقانی مشغول است. در این دوره زمین را خوب آموخته است. در ناحیه ایواسه نخستین شده با کشت قلفینای او 2 سال پیش شروع کرده است. در هوای کشاد فصل زمستان از تگ برف و باران گرفتن حاصل قلفینای این تجربهش در مقیاس منطقه کولوب نخستین است. قلفینای ای سنی احمدانی مسکوسکی آوردیم پارینا 30 سوتیق زمین دگذرانده. دیدیم که سوزای می شود در بود هوای ما به گرم خانه می شود. بعد به حجم 1 هکتار زیادش کردیم. در حجم 1 هکتار حاضر. در خواجگی دهقانی به نام اسماعیل فصل زمستان در هوای کشاد جانوری حاصل قلفینای ادامه می‌یابد. محیدین میگوید که در موسم زمستان بازار ناحیه را با این محصولات تامین می‌نماید. خواجگیداران از این زمین 1 روز پیش حاصل قلفینای را جانوری نمودند و مقصد دارند که بعد 2 روز دیگر حاصل نوبتی را باز جمع‌آوری نمایند. در مدت 2 روز انا این جاهایی که حالا سفید است اینها میگویند که سرخ می‌شود. گزارش خواجه نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.